نمازم دیر شد، باش کمی نماز خدا بخونم که قضا شد. مادر جان تلویزیون رو باید پخش کنم، نماز میخونم. رحمان رحیم مالک یوم الدین. کدیم باز چی یادت آمد مادر جان در وسط نماز خواندن؟ حال تو نماز خلو شما دیوانه میکنه. دین الصراط المستقیم. به خدا این راه مستقیم میره، مستقیم در کارش کس کار نداره. باز نماز تو بخون، باز بدن بگو یاره. الله اکبر. یک صوت است میگم زیر دیگه گل که اشاره دادم میرم مستقیم گفتم نمیری زیر دیگه نمیشنوی کرستی اون سوخت دیگ سوخت بوی دیگه نمیفهم در وسط عبادت چرا به کچالو تو فکر میکنی؟ حال تو داری نماز میخوندی در وسط نماز خوندن کچالو یادت میه؟ باز من یک چیز برات بگم مادر من علم غیب ندارم که بفهم که تو چی میگی. صراط المستقیم من میگم باز کدام راه کج رفتیم که باز کدام چیز یادشم در وسط نماز خوندن هیچ نخوان نماز سعی کنم تو باید بفهمی که مادرم چی میگه. دختر سگ پدر نالتون کچالو سوخت ناله باز آقایش میده سر مچی قداد میکنه باز در دیگر روزا خود چطور میفهمی؟ چطور که با پس که یکی غیبت نکنم مادرتی در مورد مکت خالیم چی گفتی؟ که مادر جنازه بود تو نماز خوندن که در خودت نخوان در وسط نماز خوندن هم قمان نبگی ما رو موی که نکنیم در وسط نماز خوندن به کچالو فکر میکنه به پیاز فکر میکنه. باز من چقدر دلم خوشه میگم مادر جان مرام دعا کو خبر نی مادرم در وسط نماز خوندن فکر سمت کچالو